آسون ترین روش برگردوندن آنتن آیفون 14. بیا تو گوشی بهت بگم. وارد چنل من میشین، لینکش رو تو دیسکریپشن براتون گذاشتم. اینجا پروفایل واسه اپراتورهای مختلف مثل همراه، ایرانسل و اپراتورهای دیگه رو گذاشتم براتون. هر کدوم که حالا هستین رو دانلودش رو میکنین، روی گزینه این پایین میزنین، سیو توی فایل رو میزنین، اینجا سیو میکنین. من حالا سیو کرده بودم از قبل، مهم نیستش. شما سیو کردین، میرین تو قسمت فایل، روش یه بار کلیک میکنین، کلوز رو میزنین، میرین داخل ستینگ. داخل ستینگ که رفتین این بالا میزنه پروفایل دانلودت. پروفایل دانلود کلیک میکنین، اینستال میزنین، رمزتون رو وارد میکنین. رمزو که وارد کردین دوباره اینستال میزنین. نصب که شد میاد ازش بیرون، میرین داخل دوباره تلگرام. یه دونه لینک این پایین گوشه می شورتکاته، این شورتکات رو دانلودش بکنین و تو قسمت شورتکات ها براتون میاد. روش نگه دارین و شیر رو روش کلیک بکنین. روی شیر که کلیک